پادشاه سلیمان. فرض کنید که خدا به شما ظاهر شد و پرسید: هر آن چیزی که می خواهی طلب کن و من به تو می دهم. شما چی را طلب می کردید؟ عمری دراز، بایگری، آبروی و اعتبار یا یگان چیزی دیگر؟ یک روز خدا به پادشاه سلیمان پسر داوود در خوابش ظاهر شد و از او پرسید: هر آن چیزی که می خواهی طلب کن و به تو می دهم. شما می دانید سلیمان چی را انتخاب کرد؟ او به خدا چی جواب داد؟ ما می توانیم امروز شنویم. سلیمان از خدا نه بایگری، نه عمری دراز و نه آبروی و اعتبار پرسید. او خاکسارانه از خدا خواهش کرد که به او عقل و خرد بدهد تا که او مثل پدرش خلق سرشمار خداوند را راهبری کرده تواند. چون که سلیمان خدا را دوست می داشت و به یاری او محتاج بود و آن چیزی که سلیمان از خدا طلب کرد به خدا خیلی معقول شد. برای همین خداوند خواهش او را اجرا کرد. علاوه بر این خدا به او آن چیزی که نپرسیده بود داد، یعنی به او هم بایگری و هم آبروی و اعتبار داد. خدا باز گفت که اگر پادشاه سلیمان مثل پدرش به گفته های او رعایت نماید، به او عمر دراز نیز می دهد. همین طور مثل سلیمان کسی با خرد در این دنیا نبود و نشد، چون که خدا به او به حد عقل زیاد داده بود. فراوانی دانش سلیمان مثل قم لب بحر بیشمار بود. آدمان از تمام روی زمین نزد سلیمان می آمدند تا حکمت او را شنوند. آنها برای پادشاه با خود تحفه ها می آوردند. باره دو زن با یکدیگر جنگ کرده نزد پادشاه سلیمان آمدند. آنها با خود کودکی را آوردند. هر دوی آنها دعوا کرده می گفتند این کودک از آن من است. پادشاه سلیمان خواست معین کند که کودک در حقیقت از آن کی است. برای همین سلیمان فرمان داد که کودک را با شمشیر به دو تقسیم کنند. البته سلیمان نمی خواست که کودک را کشد. او فقط خواست این دو زن را سنجد. در همین وقت یکی از زنها با دلی پر از رشک گفت: میلش کودک را پاره کنید، نه از آن من شود نه از آن وی. اما زن دیگر با دلی پر از رحم التجا کرد: التماس کودک را نکشید، بگذار از آن وی شود، فقط زنده ماند. همین طور سلیمان فهمید که زن دویم مادری حقیقی بود و کودک را به مادرش داد. آدمان این را دیده از دانش و خردمندی سلیمان در حیرت ماندند. پادشاه سلیمان 3000 مثل و 1005 غزل نوشته است. پند و نصیحت های او درباره فهم و فراست، حکم، صبر و طاقت و محبت است. از همه مهمتر مثل های او خدا ترسی را که سرچشمه خردمندی است می آموزد. سلیمان چنین می گوید: خدا ترسی چشمه حیات است و از مرگ دور می کند.
خدا ترسی اولی دانش است. بی عقلان از حکمت و نصیحت نفرت دارند. سلیمان نه فقط مردی با خرد بلکه خیلی ثروتمند نیز بود. خدا به او برکت بسیار داده بود. سلیمان از جهت باییگری و عقل از پادشاهان روی زمین بزرگتر بود. شماره مال و ملک او به حد زیاد بود. چیزی که خدا وعده داد، سلیمان عمری دراز دید. اما سلیمان ضعیفی داشت که دلش را از خدا گرداند. او زنان بسیار داشت. آنها به خدا اطاعت نمی کردند، بلکه به بت و صنمها سجده می نمودند. وقتی که سلیمان پیر شد، زنهایش دل او را به بت پرستی مایل کردند. در آخر او نیز به بتها سجده کرد. خدا به سلیمان 2 بار ظاهر شده او را آگاه کرد که گناه نکند، اما او به خدا اطاعت نکرد. خدا از این گناه سلیمان به خشم آمد و او را سخت جزا داد. خدا پادشاهیش را از دست او گرفت. به جای سلیمان یکی از غلامان او پادشاه شد. اما به خاطر پدرش داوود، خداوند فقط یک قسمی پادشاهی سلیمان را به پسری او داد. در آخر حیاتش دشمنان سلیمان زیاد شدند. سلیمان فهمید که از عمر دراز، باییگری، عقل آدمی و آبروی و اعتبار به کس فایده نیست. مهمترین چیز برای آدم این از خدا ترسیدن و به گفته های او اطاعت کردن است.